آیا می‌دانید تاجیک از چه قومی است؟ و به چه معناست؟ تاجیک یعنی مردمی تاجدار، چون سربازان تاجیک کلاه‌های تاج مانند می‌پوشیدند. تاجیک به بخشی از اقوام آریایی که به زبان فارسی و گویش‌های محلی آن سخن می‌گویند گفته می‌شود. محل سکونت تاجیک‌ها در سرزمین‌های امروزی افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران، پاکستان و ولایت سینکیانگ در چین است. گاهی نام‌های دیگری مانند پارسیوان یا فارسیوان و دهگان نیز به جای تاجیک برای تاجیکان به کار برده می‌شوند. از نظر فرهنگی و تاریخی، تاجیک‌ها دارای تمدن و فرهنگ غنی و قدیمی هستند که ریشه‌های آن به دوران امپراتوری‌های باستانی همچون ساسانیان و ایران باستان باز می‌گردد. حمایت سامانیان از زبان و ادبیات فارسی موجب شکل‌گیری هویت فرهنگی و سیاسی مستقل تاجیک‌ها و حفظ زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و دولتی تاجیک‌ها شده است. فرهنگ و آداب و رسوم تاجیک‌ها تأثیر گرفته از میراث فرهنگی ایرانی و اسلامی است. موسیقی و شعر، ادبیات و هنرهای سنتی در میان تاجیک‌ها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. در میان تاجیک‌ها شاعران و نویسندگان بزرگی چون رودکی، فیردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، ناصر خسرو، جامی، خواجه عبدالله انصاری، رازی، رابعه بلخی، دقیقی، خوجندی و بیحقی شناخته شدند که نقش مهمی در حفظ و اشاعه زبان و ادبیات فارسی داشتند. این اشخاص نه تنها در تاریخ و فرهنگ تاجیک‌ها بلکه در تمام کشورهای فارسی زبان و حتی فراتر از آن اثرگذار بودند. شخصیت‌های بزرگ اسلامی تاجیک‌ها عبارتند از امام ابو حنیفه، امام بخاری، امام ترمذی و ابو داوود. شخصیت‌های علمی تاجیک‌ها که در سطح جهانی شناخته شدند عبارتند از ابو علی سینای بلخی، عبید جوزجانی، غزالی، حکیم سنایی غزنوی، البیرونی، فارابی و خوارزمی. کتاب‌های این دانشمندان تاجیک در بزرگترین دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شوند. شخصیت‌های بزرگ تاریخی تاجیک‌ها عبارت از کاوه‌ای آهنگر، آرش کمانگیر، اسماعیل سامانی، یعقوب لیث سفاری، طاهر فوشنجی، ابو مسلم خراسانی، شهاب الدین غوری، میر بچه خان کوهدامنی، میر مسجدی خان کوهستانی، قاضی حبیب الله کلهکانی، طاهر بدخشی، مجید کلهکانی، قهرمان ملی افغانستان، احمد شاه مسعود و پروفسور برهان‌الدین ربانی میباشند. امپراتوری‌های مشهور تاجیکان در آریانای بزرگ یا افغانستان امروزی قبل از اسلام عبارت بودند از مادها، پارتها، ساسانیان، هخامنشیان، اشکانیان، کوشانیان، کیدادیان، یفتلیان، پیشدادیان و کیهانیان. امپراتوری‌های مشهور تاجیکان در خراسان بزرگ بعد از ظهور دین مبین اسلام عبارت از سامانیان، سفاریان، کورتیان، غزنویان، طاهریان و غوریان میباشند.